برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح سرخ را لاجرعه سر کشید. آنگاه خورشید در تمام وجودش طلوع کرد. وقتهایی هست که اندوهی سر آدمی آوار می شود، مثل یک فراق ابدی. اما مبهمتر از آن که بدانی این کدامین فراق است که این گونه به غربت و تنهاییت کشانده، احساسی است که می شود تاسیه. و من به تاسیان نشسته بودم. پزشک تجویز کرده بود به سفر رشت. می روی قلب رشت و یک روز تمام میان دو میدان قدم می زنی. سفر ایجور پردهن صدا چومش پتا و کدن نگاه. سفر چیه راین دنبال کدن؟ سفر چیه راین دنبال کدن؟ آزادی امره حال احوال کدن. رش یه نفر. سفر همین است، غوطه ور شدن در همان ابری که بر تو میبارد و تو را خیس میکند. تمام راه به این نسخه تجویزی میاندیشیدم که یک نوبت صبح تا شب در رشت چه باید بیابم و بخورم، کدام دارو که این تاسیان را برکند. در این شهر بارانی چه هست که دارو می شود؟ شاید برای همین بوده که نخستین داروخانه شبانه روزی ایران را آنجا ساختند. دنیا را من آدم را دوا هیچ کی پاسخت نبود در روزگار و ما هر کس بشو خانه بنا هچ عجیب و بست خولانه بنا هچ عجیب و بست خولانه بنا عمرم میشی یخ دنیا آفتان زن در بستان در آب عمرم میشی یخ دنیا آفتان زن در بستان در آب. وقتی ترانه‌های چرخیده در جاده‌ها با ماشین‌های تهران رشت در میدان توشیبا خاموش شد، مستقیم رفتم تا میدان شهرداری. آنجا که عمارت سفید با کلاه سرخ و ساعت اهداییش سلام می کرد. گویی بغلی گشوده بود به آغوش گرفتن من و همه آنانی که آمده بودند. در کرانه میدان شهرداری به سراغ داروخانه دیرینه میناسیان رفتم و نسخه را بر پیشخوان نهادم. آرسن نگاهی به نسخه کرد و گفت داریم اما طول میکشه. این میدان را بگیر و برو تا نسخه‌ات را بپیچم. هنوز میدان شهرداری میدان بود و کالسکه و ماشین در آن می آمدند و می رفتند. ساعت آن سوی میدان به صدا در آمد. کسی صدایم کرد. کیسی؟ مبهوت مانده بودم و داشتم میانه میدان فکر می کردم کیستم. تیز چیسه؟ میپر مرا دخده نایی تره چی دخنیدی؟ ها؟ تو اول که تره بیدم بو گفتم گومه باستی از آسمان که نمویی ناگاه سبزه باستی از کویه؟ ها؟ شده بودم غریبه کوچک، نه غریبه کوچک که غریب با احساس خیش.
داشت گرسنگی پیش می آمد که نایی دستی پیش آورد و صبحانه پلا اشپل و اردک را پیش رویم گذاشت. انگار نوبت اول خوردن بود. سرد پلا اشپل غذایی است که رشتی ها به طور کلی گیلانی ها بین صبحانه و نهار با اشپل ماهی شور به اضافه سیر به اضافه مغز گردو میخورن تا نهارشون آماده بشه بل کنن. بعضی شهرها تنها مال شهروندانشان نیستند، غریبه نیستند. حتی اگر اهل آنجا نبوده باشی چیزی دارند که می توانند احساس همه را اهل خودشان بکنند و رفتن به آنجا مثل رفتن به یک وادی آشناست. شهری که خانه ها و ساختمان نیست، بلکه خیال ها و خاطراتی است که بر شهر اتمسفری می سازند که همیشه تاریخ هست و برای همه آنها که اکسیژن کم آوردند آنجا هوایی برای نفس کشیدن پیدا می شود. هوایی که سرت را پر کند و بشوراند. آن وقتها ابتهاج و میرزا کوچک هم محله بودند و همسایه. در استادسرا با هم راه می گرفتند و می آمدند. تمام راه تا میدان شهرداری از نهضت می گفتند. میرزا سرش سرخ شده بود و می گفت راه این نهضت از جنگل است. می گفت باید به اصلمان برگردیم تا زندگی کنیم. می گفت من زندگی بی قیام نمی دانم. سایه اما فکر می کرد که میرزا به تاسیان نشسته و اگر به همین راه برود سرش را برباد می دهد. سایه اما می خواست نهضت سرخ نهضت کلمه باشد. می گفت تنها کلمه است که آدمی را از اندوه نجات می دهد. کلمه است که عشق و زندگی را می سازد. رشت همیشه نهضت کلمه بوده است و اهل کلمه. برای اینکه میرزا را راضی کند شروع کرد به خواندن. چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با 1000 سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود. تو از هزارهای دور آمدی در این درازنای خونفشان، به هر قدم نشان نقش پای توست. در این درشتناک دیولاخ ز هر طرف طنین گام‌های رهگشای توست. بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. بسان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش. شعر که تمام شد نگاهش افتاد به قشون بولشویک های آغاز قرن که از فشار تاسیان تا رشت آمده بودند و حالا به سمت داروخانه آرسن رژه می رفتند. ابتهاج همسایش را رها کرد و بدون اینکه چیزی بگوید دستم را گرفت و مرا به آن سوی میدان کنار عمارت شهرداری سمت کتابخانه ملی رشت کشاند. همان جایی که میگویند نخستین کتابخانه ملی ایران است. زیر تاق‌های کتابخانه ملی رفتی. عمارتی سفید چون عروسی سپید پوش ایستاده و تاق‌ها چینهای گسترده دامنش را می ساختند. داخل کتاب فروشی طاعتی شدیم. طاعتی کتابی را پیش روی سایه گذاشت و گفت بفرما هوشنگ خان، این هم نخستین کتاب شما، خلاصه چاپش کردیم. طاعتی می گفت قدر کتاب را بدان، من توی انجمن اخوت با کتاب آشنا شدم. این کتاب است که اخوت می سازد. نگاه کن، توی رشت همه انجمن اخوتن، حتی اگر حرف و حزبشان با هم نخواند، ولی رشت همه را با هم اخوی می کند. رو کرد به من و گفت مگر نه اخوی؟ آنور کتاب فروشی محفلی بود. نیما از یوش آمده بود. نیما هم وقتی تاسیان سراغش می گرفت می آمد همین رشت، همین کتاب فروشی طاعتی.
توی محفل کتاب فروشی محمد معین، ابراهیم پورداوود، ایرج افشار، مجتبی مینبی و جلال ستاری گرد میزی با نیما نشسته بودند. چایی بود و کلوچه های داغ فومنی. فومنی به شیون آمد و شروع کرد بخواندن. وطن تیمار ماده شیر، وطن تیمار ماده شیر، شکاربانان دست کویان اسیر. تی غیرت کو مگه تی نازنین مار، جوان پیله کده خانه بمیره. پورداوود استکانی پیش من گذاشت و کلوچه تعارف کرد. بحثشان بالا گرفته بود. هر کس سودایی داشت. از ستاری که میخواست برود لوزان و اسطوره ببرد تا پورداوود که میخواست با رشت همه ایران را بیابد. میخواستند نهضت کلمه راه بیندازد. میگفتند باید همه را سبز کنیم. نگاه کنید حال همه خراب است. آن سوی پنجره آوارگان لهستانی بودند که از جنگ به اندوه بیپایان تاسیان رسیده بودند. شهر فراخ همیشه دست و بغلش گشوده است. آشورپور برای اینان که از دریاهای طوفانی آمده بودند میخواند: دریا توفان در وای با توفان در وای گیل مردای تنک های نازمی یار لیلی موجبات زن پسنی بیدار هی کس گیل مردای تنک های نازمی یار لیلی. یکی در گوشم گفت: زندگی درد بسیار دارد، درد تن و درد وطن. ما همه آوارگان این دنیاییم، اما در آوارگی هم باید دلت خوش باشد. مثل همین ترانه، گوش که میکنی همه درد است و فراق، اما رشتی که ندانی همه شادند و سرخوش. این رسم رشتی بودن است. سر چرخاندم که صاحب صدا را ببینم. کسی نبود. اما ناصرخان مسعودی جلیقه پوشیده بود و میخواند و داشت تمام این خیابان سنگفرش را پر صدا میکرد. در رشت وقتی یکی میخواند یعنی همه میخوانند. این خیابان همش صداست، همش ترانه است. انگار سنگفرش کردند که کنسرت روان دلشدگان خوشخوان باشد و ولگ‌ها یا برگ‌ها سمفونی خشخش بسازند زیر پای پرسه زنان هر روزه. هر کس عاشق می شود می آید اینجا و می خواند. ابوالحسن خان صبا هم آمده بود همین نزدیکی سبز میدان تا همه این هنرهای عاشقی و همه هنرمندان اهل این خیابان را در هنرستانی گرد آورد و نوای دیلمان را ارمغانی از بودن در رشت ببرد. شاید تسکینی برای همه اهل موسیقی باشد. نوایی که همه خوانندگان به وقت دلتنگی رشت بخوانند. حالا بنان داشت از کرانه های دور دل به رشت میداد و بر دیلمان میخواند و صدایش از صف فروشی نغمه کنار خیابان بین دو میدان به گوش می آمد. که گویی آهوی سرد کمندم. اینجا همیشه چادر ابر بر سر شهر است و خورشید مثل همه معشوقان خجالتی کمتر رخ می نماید.
اما وقتی گرسنگی بیاید یعنی خورشید به ظهر رسیده. نایی دستم را گرفته بود تا نرسیده به سبز میدان برویم جایی باقالا قاتق یا پلا کباب بخوریم. نوبت دوم بود. دکتر تجویز کرده بود 3 وعده تمام. آقا جان کاییم سیروی چه کنیم؟ برگسی رو بسریم قشنگ خورده کنیم، نه زیاد البته. یعنی نمک زنیم، فلفل سیاه زنیم، زرچوبه زنیم، پودر دارچین زنیم، مثلا با روغن سرخ کنیم. وقتی یه دبچه سرخ ورسته نه زیاد بسوزه ها. چند تا تخم رو نیمرو کنیم و نیمرو مخلوط کنیم و بسیروی. مدرسه فروغ تعطیل شده بود و همه رعناها و زهره‌ها و گیل گلها و لیلیها ریخته بودند توی خیابان سنگفرش تا همه پسران مدرسه ابوریحان عاشق شوند، تا همه پیرمردهای این خیابان جوان شوند، تا همه رشت عاشق شود و هر ترانه خوانی برای یکی از آنها بخواند. یاد داری زهره آن روزی که در صحرا دستن در دست هم گردش کنون تنها راه می رفتیم در بین شقایقها بود عالم ما را لطف و صفای زهره چه خوشون زمانی که با هم به دامان صحرا گریزیم، راز دل خسته را با نوای بلبل را میزیم. سر در پی اون همی کوه صحرا به سوی اون کوه و صحرا، هر جا که خوش منظر و با صفاتر باشد رویم اونجا. لحظه هم به روی سبزه بنشینیم، خنده جان فضای غنچه را بینیم. من در خیال اون لحظه شیرین روز و شب چشم دارم به راحت، در آرزوی روی چو ماهت نیمی نگهت چشم سیاهت. راستی اگر عشق نبود ترانه‌ای نبود و شاید نوای جنگ همه جهان را پر می کرد. رشت بی ترانه نمی شود. سبز میدان که بی ترانه سبز نیست. آشورپور ایستاد و گفت هر جا عشقی بیشتر باشد ترانه‌اش بیشتر می شود. هر جا ترانه‌اش بیشتر باشد جنگی‌هایش را هم عاشق می کند. نگاه کن، این غم میرزا غم جنگ و جنگل نیست، غم عشقی است که توی جنگل نهاده، برای همین پای ماندن در رشت ندارد. اینو هرگز فراموش نکنید. ما نه دزد سر گردنیم نه راهزن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شهرنشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پایه‌ریزی کنیم. وسط سبز میدان چراغ‌هایی روشن بود تا هر کس دلی داده است زیر سبزینه میدان روشن بنشیند و زیر باران برای کسی چتری بگشاید. همه آنها که از سینما و کافه ها به هوای خیز شدن ریختند در سبز میدان. حالا میدان شده بود نهضت سبز. گلی و زرنگیس به دکه آقای مژده رسیده بودند. هر کدام اسکمویی گرفتند سرخ و ترش. به به به، مگه میشه آقا آدم اهل گیلان باشه، رشتی باشه، اسکمو رو نخورده باشه؟ اینجا یکی از بهترین خوشمزه های گیلانی و رشتی اسکموه که خیلی طرفدار داره. ما اینجا مثلا میوه های تابستونی مثل آلو، آلبالو، اخته، آلوچه قرمز، والش تمشک که الان شما میگین، اینا رو به هم دیگه میذاریم، بعضیاشون مثلا میپزیم تو گلفر نمک. از خوشبختی‌های زمان بچگی ما خوردن اسکیمو بود. اسکیموهای ترش مزه و اون مواد تو ظرفای فلزی کوچیکی ریخته میشد و چوب بستنی هم میذاشتن توشو میذاشتن تا خوب یخ بزنه و وقتی آماده میشد یکی از خوشمزه ترین چیزایی بود که میشد تصور کرد. بیا هیمه بنمی بر دست بنمی دیل کسف بملم تیکت دختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا منانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینا منانم کلالی. همه رنگ‌های سرخ مزه ترش دارند و همه معشوق‌های جهان
مزه ترش را دوست دارند. هنوز ترشی اسکمو به دهان زرنگیس ننشسته بود که باز عاشقی برایش روی سنگ فرش می‌خواند. زرنگیس جان بگو قهر و غضب چیست؟ سلام بی علیک برگو سبب چیست؟ کوچیک بودیم دوستیم آشنا بویی، خدا قسمت نگدای تقصیر مو چیست؟ جان بیه دیل بیه برگ کاو همه خدا کوشه مرلاکو. جان بیه دیل بیه میزرنگیست مخمل قبا وزی مال تبریز. جان بیه دیل. چشم از زرنگیس نگرفته بودم که آبنمای میدان رقصش گرفت تا عاشقی دیگر معشوقی دیگر را فریاد بزند. مردی از میان همه شالیزارها آمده بود و در بالکن عمارت شهرداری ایستاده بود تا دردش را بخواند. میدان یعنی همین، یعنی جایی که می شود درد را فریاد زد، می شود بلند خواند، شاید به گوش کسی برسد. غم بوم دیل و شبتی لب دو بخنده ده پر نزیتی خانه ور جن و پرنده های گرخانه وارش ورسی سیل ایدنده از سر تا به پا تو ببوم هیست و چورنده هی شیب بزن فامش بکودم ده بشم از رو تا وقتی خروسان که بخندید کوکورکو کوکورکو. آب قصه میخواند که حالا همه رشت قصهش را میدانستند. شهر همین است، قصه دارد و هرچه قصهش بیشتر باشد بزرگتر می شود. هرچقدر قصهش بیشتر باشد بیشتر اسیرت می کند و به فتح همه فاتحان می رود. لشکر مشروطه خواهان باغ مدیریه را فتح کرده بودند و به میدان آمده بودند تا قصه‌ای تازه بسازند، تا همه را به سنت پرسه‌زنی های رشت مشروطه کنند. محمد ولی خان تنکابونی را رشت فتح کرده بود و رخت بر تنش می کرد تا به فتح تهران برود. رشت خیلی جاها را فتح کرده است، از تهران و لهستان تا مجتمع حدیش در کناره خلیج فارس، بندر عباس. رشت رسم فتح کردن را خوب بلد است. مره سر بلنده که شهر بارانشینم دشتیم سبز میدی بهشت گیلانشینم. مره سر بلنده که شهر بارانشینم دشتیم سبز میدی بهشت گیلانشینم بهشت گیلانشینم. اصلانی پدر دستمان را گرفته بود و می برد. دست من و محمد رضا را. رفته بودیم تا سینما مایاک. تارزان داشت از جنگل رد می شد. شاید از همین جنگل های گیلان می پرید که در آن دنیای صامت سینما همهمه زیرنویس ها با لهجه رشتی ترجمانی اختصاصی از سینما می ساخت. رشت همیشه دروازه سینما بوده است. از سینما ایران تا رادیو سیتی و سینما سپید رود. زیر همان ترجمه رشتی تارزان اما محمد رضای اصلانی چخوف می‌خواند. چخوف همسایه نزدیک آن سوی آب که شاید با قصه هایش تاسیان را به رخ می‌کشید. اصلانی گفت کاش چخوف می‌دانست رشت کدام قصه عالم است. 2 قدم آن سوتر از سینما نقاشخانه حبیب محمدی بود. حسین محجوبی از لاهیجان مدرسه گریخته بود تا پشت پنجره این نقاشخانه یواشکی تماشا کند و نقاشی یاد بگیرد. بهمن محسس بومی گذاشته بود و داشت ماهی سفیدی را که از بازار گرفته بود در بومش جان میداد. جان که نه، شاید میخواست ماهی به تاسیان نشسته درونش را بیرون بیاورد. غم بزرگ محسس را اما به این تابلو پایانی نبود. محجوبی اما داشت در خیالش از همه راه لاهیجان تا شهرداری درخت و جنگل برمی داشت تا همه عمر بعدش را نقشی بزند. اما بیش از اینها
در خیالش موزه هنرهای معاصری در رشت در همین میدانگاه بود که می‌ترسید در آستانه تحولی دیگر ناکام بماند. اگر دینی همش خدا می حرف عشق وسیع که همه جا می حرف. ابتهاج می گفت شاه میگوی اقبال به صیدگاه اجاره پدرش افتاده تا ماهی‌های بسیار به بازار بیاورد، اما می‌ترسید با همه خوشگونی این شاه میگو این بار بدشگون شود، خانه پدرش را خراب کند. انگار صدایی از آن سوی میدان برایش می‌خواند. آی گل پسر گل پسر گل نارن گل مار آل چه دار بارد بار خیلی زماته نغلون نباته. ماهی سفیدها هم اهل عشقند که چنین به دام میافتند، یا که همه معشوقها ماهی سفیدند که دم میرقصانند و به سوی صیدگاه میآیند. رشت به ماهیها هم عاشقی آموخته است و همه ماهی فروشان بازار این را میدانند که برایشان میخواهد. میشنوی؟ دارد برای خوردن شعری می‌سراید. از این کوچه که همه واویشگاه می‌سرایند تا همه آن دکه های کبابی که کنسرتی به راه انداختند. سایه رو کرد به میرزا و گفت نهضت از این بهتر می‌خواهی که این گونه به جنگ غم رفتند؟ میرزا اما نالان بود. رهایمان کرد. میخواست به صیقلان برود و بخوابد. تو چقدر خوشی جنگل میان تی دنبالا بامم روسان برا بگیفتن رسپاب من بوبام ای جان خاخر یادگار مار چهره تو بامی تو رسپا بیبی شکنجه بخوردی می جان و مرجان. با سایه و ستاری به سر خیابان بیستون رسیدیم. اکبر رادی به تماشای آن خانه اربابی، خانه صادقان آهنگ ایستاده بود و داشت مجادله بهمن و سیروس را تماشا می کرد تا بهمن بزند و سر سیروس را با عصای پدریش بشکند. تعجب میکنم تو تقریبا راضی شده بودی که رشت بمونی، که دفتر وکالت بگیرم و یه شغل رسمی توی دادگستری قبول کنم و بعد 2-3 تا جوجه، یه ماشین واکسال با شؤون اجتماعی و آهسته زندگی کنم و روزای بارانی لبه شلوارم و بالا بزنم و مراقب چربی روده ها و ضربان قلب خودم باشم و تأمین آتیه و تا یه شب در حین مطالعه سرم بیفته روی میز و با احترامات ایالتی برم پی کارم. همان دم یک هجهجی این پرستوی خوشخبر آمد و بر روی سردر خانه نشست. رادی لبخندی زد و گیلان خانم مهیار را مسحور کرد. رشت ما گرچه به زیبایی لوزان نیست، دانشگاه و پارک و عمارت‌های 25 طبقه نداره، اما باغ سبز میدان با موزیک و فانوس‌های مهتابی و باغ محتشم
قرائتخانه ملی، انجمن فرهنگ، تئاتر، کلوب‌های شطرنج، سینما، کافه‌های اسرانه و روزنامه‌های صبح. هنوزم میان این بام‌های سفالی، درخت‌های بادرنگ و این کوچه‌های سنگفرش بارانی. حالا همه به تماشا بودیم. حتی میرزا کوچک هم بود، پوررضا هم بود و همه از پشت سر رادی داشتیم درون خانه را نگاه می‌کردیم که مهیار سرخ شد. آنقدر سرخ که بر کفش گیلان خانم بوسه بزند و آخرین کلام را به زبان بیاورد. باران سرد و لطیفی هم داره میاد. هوا یک تا یه ساعت دیگه ساوای با یه میز 2 نفره و یه ملودی باران محشر میشه. دنبال کلمه‌ای میگردم که چطور بگم تا ساوای میاییم. خب بریم. رادی این 2 عاشق سرخ را روانه کافه هتل ساوای در کنار سینما سپید رود کرد. داشتند خیابان بیستون را تا انتها می رفتند تا بنشینن و عصیان آمده از تاسیان را به پایان ببرند. و رادی بر نمایشنامه‌اش نوشت ملودی شهر بارانی. بارش گرفته بود و همه سنگ فرش ها خیس شدند. ماشین ها و کالسکه ها از میدان شهرداری دور شدند تا به اندازه همه مسافرانی که به دنبال نسخه خود می آیند جا باشد. جایی به وسعت 2 میدان و 1 خیابان. میدان شهرداری را برای پرسه همه مسافران شوریده سنگ فرش کردند. شهر بارانی یعنی شهر چترهای رنگارنگ، یعنی شهر چترهای 2 نفره. اما آنها که تک افتاده اند زیر چتر نمی روند. این رسم قدم زدن در این شهر است، حتی اگر بارش از نم نم به رگبار بکشد. آرسن میناسیان داروخانه را بسته بود و برای سفر آخرش به کلیسای بالای میدان رفته بود. وعده 3 بود. باز نایی بود که مرا به آن کوچه نرسیده به میدان سبز می‌برد. آن کوچه سر تا پا واویشگاه. ایت از غذاهای سنتی گیلان واویشگاه که مواد تشکیل دهنده آن دل، جگر سفید، خوشگوشت، پستان گاو یا گوسفند. ابتدا مواد را با آب و پیاز و زردچوبه کاملا پزیم. بعد موقع سرو با گوجه خرد شده و پیاز داغ و کمی رب گوجه کاملا سرخ کنیم و با نان میل کنیم. یکی پرسید در دنیای تو ساعت چند است؟ ساعت وقت نیمه شب بود. وقت برگشتن ما. همه در یک اتوبوس برمیگشتیم. من و سایه جوان، اکبر رادی جوانتر و اصلانی که به 19 سالگی رسیده بود، جلال ستاری که می آمد تا به لوزان سوئیس برود و بهمن محسس که با کوله‌ای ماهی سفید برای نقاشی می آمد و محجوبی آرامی که تمام درختان راه را رصد می کرد. تنها میرزا بر بلندای میدان بدون چتر زیر باران ایستاده بود تا شاید آن گم شدهش در جنگل بیاید و تاسیانش به پایان برسد.
حالا همه رشت داشتند برایش می‌خواندند، برای خودشان، برای سرخ شدنشان، برای سبز شدنشان، برای همه قدم‌ها و قصه هایی که در سنگ فرش میان میدان شهرداری و سبز میدان جا مانده است. نوای رشت با ما در پیچ و خم همه جاده می آمد، تا آن سوی منجیل و قزوین، تا تهران، تا هر کجا که کسی اهل زیر باران رفتن هست، تا آنجا که کسی فقط می‌خواهد نسخه خودش را در رشت بپیچد. رشت خیابان جای قشنگ لکن، بشک بیجر جای کرسی فروشانه، کوچی اصفهانم جای عزب عزبانه، غازیانم جای حسیر فروشانه، نیمشت مرم برنج تارم، دی امر غارم، دی کتمنم، شو کتمنم، آفتاب سنگینه جرگی تمنم، نی باغ پرچینه ورگی تمنم. استان گردشگاه بازم باغانه، لشت نیشا جای آواز خانانه، داخل گرابم جای تیکار چکونانه، پهلوی بازار جای ماهی فروشانه، یه پیاله ارده، دو پیاله ارده، میبرتی مرده، دو چرخ سوار، تو پیش مدنبال، دیگو تو منم، آفتاب سنگینه جرگی تمنم، می باغ پرچینه ورگی تمنم. رادیو موزه 25 قصه مسافر باران شهر بود. نوشته رضا دبیری نژاد با خوانش مسعود صالحی و رضا دبیری نژاد. تدوین و چیدمان صدا از مائده دوستی. در طول روایت دکلمه‌هایی از هوشنگ ابتهاج سایه و شیون فومنی رو با بخش‌هایی از اجرای نمایش ملودی شهر بارانی نوشته اکبر رادی شنیدید. همچنین ترانه‌ها و آوازهایی از احمد آشورپور، ناصر مسعودی، فریدون پوررضا، فرامرز دعایی، ناصر وحدتی، غلام حسین بنان و میلاد راد. نواهای بازار را با توضیح غذاهای رشتی از زبان محمد هادی گلصباحی، جواد هادیزاده و رحیمی مقدم شنیدید. با سپاس از مشاوره ها و همراهی امیر سقراطی، گلنازه گلصباحی، نگار شیخان و بهرنگ ذوالفقاری. گرافیک مرتضی آکوچکیان، ارتباطات فاطمه احمدی و من مریم شریفی. کاری از رضا دبیری نژاد، مسعود صالحی، مائده دوستی، سالار رفیعیان. برای 12 دی ماه 1399 روز رشت. تو پیش مدنبال دیگو تمنم، شوخو تمنم، آفتاب سنگینه جرگی تمنم، می باغ پرچینه ورگی تمنم، می باغ پرچینه ورگی تمنم.